سلام بچه‌ها، چطورید؟ من پردیسم. امروز تولد 22 سالگیمه. 6 شهریور 81 من به دنیا اومدم. 22 سالم شد. خب موهامو بستم. کوچولو کرم پودر میزنم، پخشش میکنم برای گونه ها. خورده از تینت استفاده میکنم. دلیل نورانی بودن صورتم اینه که رینگ لایت روشن کردم، بر همین خیلی سفیدم تو دوربین. یه اتفاق بعدی که برام افتاد امروز که خیلی خوب تو ذوقم این بود که من قرار بود یه دوره همی دخترونه مثلا در حد 4-5 نفر باشیم، یه جمع دخترونه با هم مشروب بخوریم، بزنیم، برقصیم و اینا. قرار بود اینجوری باشه تولدم، ولی همه کنسل کردن و تو روز تولدم خیلی خوب تو ذوقم، برای همین دیگه تصمیم گرفتم کلا خانوادگیش کنم. شانس منه دیگه. برای چشمام میخورده عصای تیره تر برای زیر چشمام، عصای تیره تر استفاده میکنم که چشمامو درشت تر نشون بده. خب الان دیگه نوبت ریمل و یه خطی چش کوچولو. باز کثیف شد. تموم شد. فقط مونده موهام. بچه داریم میریم کیک بگیریم. نظر شما چیه؟ من موافقم. دوستان اول رفتیم برای گرفتن گل، یه دسته گل خوشگل گرفتم. بعد از اونم رفتیم شیرینی فروشی کیکی که سفارش دادم بگیرم. گل من بگیرم؟ دارم از این شیرینی ها خواست. دوستان بالاخره بعد از نیم ساعت کیکمو گرفتم. بعد از اونم دیگه کم کم رفتم به سمت خونه، آماده شدم. مهمونا داشتن می اومدن، اینجا هم داشتم شمع روشن میکردم. خب دوستان ولاگم تموم شد. مرسی که تا اینجای ویدیومو دیدید. بای بای.